سلام دوستان، امروز میخوام در مورد یک مطلب بسیار شایع براتون مطالبی رو ارائه بکنم. کمبود ویتامین دی. فرد با چه علائمی مراجعه میکنه؟ با خستگی مزمن، درد مفاصل، ضعف عضلانی، اختلال در خواب، حتی اختلال در خلق و خو، افسردگی. خب وقتی ما شک میکنیم سطح ویتامین دی بدن فرد رو با آزمایش خون چک میکنیم. اگر کمتر از نرمال باشه شروع میکنیم به درمان با مکمل ویتامین دی و اصلاح رژیم غذایی و توصیه میکنیم اگر براشون امکان داشته باشه 10 تا 30 دقیقه در معرض نور خورشید قرار بگیرن و حدود 25 تا 30% سطح بدن، این در واقع حدود بازوها و دستها کفایت میکنه. افرادی که رنگین پوست هستن، پوستهای تیره دارن، خب زمان بیشتری نیاز هست. چرا؟ به خاطر ملانین بالای سطح پوستشون در واقع تولید ویتامین دی یه مقدار با تأخیر انجام میشه و نیاز هست طولانی‌تر در معرض نور خورشید قرار بگیرن. افراد سفید پوست به دلیل ملانین کمتر زمان کمتری نیاز هست ویتامین دی در واقع در پوست تولید بشه و زمان کمتری نیاز دارن. وقتی در فصل زمستان هست، خب به دلیل اینکه نور خورشید کمتره، خب تایم بیشتری نیاز هست که در معرض نور خورشید قرار بگیریم. حالا چه مواد غذایی در واقع حاوی ویتامین دی هستن؟ ماهی‌های چرب، زرده تخم مرغ، لبنیات. و نکته دیگه این که افرادی که شروع میکنن به مصرف مکمل‌های ویتامین دی لطفاً به این مسئله حتما توجه کنن که به شکل دوره‌ای حتما باید ویتامین دی خونشون چک بشه. اگر از حد نرمال بالاتر بره نیاز هست که در واقع استاپ بکنن، مصرف ویتامین دی رو قطع بکنن. و چرا؟ دلیلش اینه که اگر ویتامین دی در سطح بدن در خون فرد از حد نرمال خیلی بالاتر بره، باعث میشه کلسیم در بدن بالا بره و باعث بشه علائمی رو فرد نشون بده، مثل تشنگی، مثل ادرار در واقع بیشتر از حد نرمال، ضعف عضلانی، درد مفصلی، اختلالات کلیوی و حتی اختلالات قلبی. پس توصیه اکید داریم به بیمارایی که دارن شروع میکنن مصرف ویتامین دی رو لطفاً به شکل خودسرانه اولا مصرف نکنین. ثانیاً اگر تجویز میشه لطفاً به شکل دوره‌ای ویتامین دی بدنتون رو چک بکنین. اگه در محدوده نرمال قرار گرفت کافیه، دیگه نیازی مصرف بیش از حد نیست و با پزشکتون در ارتباط باشین لطفاً. خوشحال میشم اگر نظر یا کامنتی دارین برای من بذارین. در اولین فرصت حتما پاسخگو خواهم بود. خدا نگهدار.